ببین رفیق، بذار یه چیزی رو بهت بگم که اگه امروز بفهمیش کل مدل درس خوندن و یادگیریت کامل عوض میشه. فرض کن میتونی 10 برابر سریعتر یاد بگیری بدون اینکه کتابا رو مثل آجر بریزی رو سرت یا شب تا صبح مثل زامبی درس بخونی. یه سری ترفند هست که مغزتو میذاره رو حالت تریگر کلاس، جوری که خودت میگی واو من تا الان چی کار میکردم. CIA دقیقا با همین روش‌ها جاسوساشو تربیت میکرد. طرف تو چند هفته زبان یاد میگرفت، تو چند دقیقه یه فایل خطور رو حفظ میکرد. حالا نکتهش چیه؟ تو برای این کار نه نیاز داری مأمور مخفی باشی، نه بودجه محرمانه داشته باشی. اینجا من روش‌های CIA رو کاملا خلاصش کردم و بهت یاد میدم. روش شماره 2: یادگیری در خواب. شوروی قدیم یه چیزی داشت به اسم هیپنو لرنینگ. یعنی چی؟ یعنی مغز جاسوس رو با موج تتا تنظیم میکردن. تتا چیه؟ تتا اون حالتیه که چشمت سنگین شده، مغزت تو موده، هر چی بگی باشه میره و هر چی بهش بدی رو میبلعه. حالا خلاصه این تمرین برای تو چیه؟ قبل از خواب موزیک تتای 4 هرتز رو از یوتیوب بزن، همزمان یه دور خیلی ریلکس، لغت، فرمول یا هر چیزی که داری رو مرور کن. اصلا سخت نگیر، فقط مرور کن. یه ترفند خیلی خفنم من اینجا دارم که بهت میگم. وسط مرور کردنت یه بشکن بزن. همون یه بشکن میشه رمز تقلبت. بعدن وسط امتحان، جلسه یا پروژه فقط کافیه یه بشکن بزن. مغزت میپره رو حالت مطالعه. روش شماره 2: نوروپرامینگ، یادگیری وسط شلوغی. جاسوس‌ها رو نمی‌بردن کتابخونه تا درس بدن، وسط آژیر، شلوغی، داد و حتی شلیک کردن بهشون یاد میدادن. چرا؟ چون مغز باید یاد بگیره حواس پرتی رو خاک کنه. روشش برای تو چیه؟ صدای کافه یا خیابون رو پخش کن. یه تایمر 7 دقیقه هم بذار. از شلوغی کم شروع کن، هر چند روز یه بار یه ذره زیادش کن. نتیجهش چی میشه؟ مغزت کم کم میشه مثل یه فیلتر نویزگیر هدفون 12 میلیون تومانی که هر چی شلوغ‌تر باشه تو مرکز تمرکزت سنگین‌تر میشه. روش شماره 3: ترفند حافظه با 5 حس. تا حالا شده یه بویی بخوره بهت و یهو پرت بشی به بچگی؟ همون لحظه یعنی حافظت از حس‌ها استفاده کرده و قفل شده روی خاطره‌ای. CIA دقیقاً اینو کرده یه تکنیک. روش تو چیه؟ داری درس میخونی؟ آدامس دارچین هم داشته باش. بعدن هر جا بوی دارچین بهت خورد همون اطلاعات میپره جلوی چشمت. میخوای حرفه‌ای ترش کنیم؟ هر درس یه بویی داشته باشه، هر موضوع یه آهنگ یا حتی یه رنگ لباس، مثلا تیشرت قرمز، لغت‌های انگلیسی. شماره 4: قصر حافظه. مغز عاشق نقشه برداریه، برای همین اگه بری توی اتاق یادت میره چی میخواستی، چون مغز نقطه جدید رو ثبت کرده. CIA از همین مدل استفاده کرده. چطوری؟ مثالش برای تو: خونه‌تو بکنش یه برگه تقلبی. روی آینه 3 کار مهم امروزتو بنویس. روی یخچال یه فرمول یا یه نکته مهم. رو درب ورودی جمله‌ای که باید حفظ کنی. هر بار که از کنار اینا رد بشی مغز خودش اطلاعات رو رفرش میکنه بدون اینکه واقعا بشینی و حفظش کنی. شماره 5: دانلود ذهنی. 10 دقیقه پشت سر هم. یه تکنیک فضایی از جاسوس‌ها در هم آمیزی فعال. اسمش سنگینه ولی انجام دادنش به راحتی خوردن چیپسه. روشش برای تو: 10 دقیقه یه درس، بعد سریع سویچ کن رو 10 دقیقه بعدی یه درس کاملا متفاوت. همین دوتا رو هی تکرار کن. چی میشه؟ مغزت ارتباط میسازه، یعنی وسط خوندن ریاضی یهو میفهمی تاریخ رو هم بهتر حفظ کردی. حافظت از دو طرف شارژ میشه. و شماره 6: برنامه یادگیری جاسوسی هفتگی. اگه میخوای مغزت رو به یه ماشین جذب اطلاعات تبدیل کنی، این برنامه 4 هفته‌ای رو حتما اجرا کن. هفته اول فقط هیپنو لرنینگ، هفته دوم تمرین توی شلوغی، هفته سوم هک‌های حافظه و هفته چهارم در هم آمیزی فعال. اینا رو مثل یه مأموریت پشت سر هم بذار. بعد هفته چهارم میبینی که مغزت رسما شده یه موتور توربوشارژ. هرچی درس و اطلاعات بریزی توش قورت میده. فقط یه هفته انجامش بده. خودت شوکه میشی از تمرکز و سرعت یادگیریت. یادگیری باید بدون درد باشه. طبیعی، ساده، مثل نفس کشیدن. مرسی که تا اینجا ویدیوی منو دیدی. دوستتون دارم.
اگه خوشت اومد سابسکرایب کن. مرسی.